سایرین محفل خیلی جالب و زفاور و خوششف رکتور دانشگاه و دوست ما برادر ما مدیر انشاءاتی جرافشی حکمتانه آقای علی عبدالفتح نادر و جمعی میزبانان این محفلی خیلی خوب و قشنگ که برای ما آماده کرده تشکر می‌گویم. و دیگر اینکه آدمی تنها با دید باید نگاهی مهر میتواند دوست شود و میتواند دشمن باشد یا برادر. مولوی میفرماید آدمی دید است و باقی پوست است. دید آن باشد که دید دوست است، چون که دید دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. من با آن خیالم با آن اندیشم که مردم تاجیک و مردم ایران زمین اینا نه تنها دوست، اینا برادر هستند، اینا همخون هستند، هم فرهنگ هستند، گویا که از یک پدر از یک مادر آمده هستند. اما رو نمیتواند هیچ قوم ملت اغیار دشمن از همدیگر جدا انداخت. و برای امید ما به خاک زمین ایران آمدیم تا این رو به چشم خود ببینیم تا قدر تا چه اندازه صمیمیت شما نسبت مردم ما به‌حد زیاد است. و در این راه که ایجاد بود ایران‌نامه همونه برای شما قرار میکنم. حالی به نشنه برآمده است و امیدوار هستم که این روز و آینده و فردا ابدا این ملت واحد خواهد ماند و ملت بزرگ خواهد شد، بود شد میماند. از یک مادر به دنیا آمده ما که مامی زردهوشت و انحطاط بود. چرا از همدیگر دوری بجوییم که ملک آریان مأوای ما بود. الا دادر، برادر، خواهر من بگردی خان مادر باز آیید. زبون افکنده دیوار جدایی، دری دل را بروی هم خوشایید. زبان رودکی خیام و حافظ، زبانی مولوی سعدی خوشگام، فروغ و لایق و فرزانه دل یکی باشد ایا قومی نکونام. جدایی شادی دشمن فزاید، یکی بال و پری ما را کشاید. شرابی روح بخشی جام وحدت، خطی بیگانگی از دل زداید. زینم فرهنگ خود سازیم احیا، که آهنگش بس گویا و زیباست. زکیشی ما تمدن‌های عالم، همه بر پایه های وحدت ماست. شما تشکر.